روزتان بخیر باشد بینندگان ارجمند اخبار آزادی. این برنامه شما را در جریان مهمترین خبر و تحولات تاجیکستان و جهان قرار می‌دهد و برای تهیه آن همکاران ما در تاجیکستان و پراگ زحمت کشیدند. امروز پنجشنبه 25 دکبر است. با سرخط موضوعهای این نشر شناس شوید. بر اثر برخورد مسلحانه در مرز تاجیکستان و افغانستان، 2 افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان و 3 گمانبر در عبور غیرقانونی سرحد کشته شدند. با رید و اخراج مهاجران مشکل حل نمی شود. میر مسکو بار دیگر به سهم مهاجران در پیشبرد اقتصاد پایتخت روسیه اشاره کرد. امروز جایهای خالی اشغال نشده از 400 تا 500 هزار را تشکیل می‌دهند. حتی اگر اقتصاد به یک حالت بهتری برگردد، این آمار عوض نمی شود. با دنبال آن درباره سال 2025 یکی از مشکل ترین سالها برای مهاجران تاجیک در روسیه صحبت خواهیم کرد. سرمون در روسیه صفحه چی درنگ نیفتیم. چیکار کنیم؟ اینجا خوبه که ساعت بیام در پیش خونم بگم میرم. دوشنبه حکومت طالبان افغانستان را برای به گفته مرزبانان تاجیک ناعهده‌برایی و بی‌مسئولیتی جدی و تکرار شونده در تأمین امنیت و ثبات در سرحد دولتی با تاجیکستان گناهکار کرده از طالبان طلب نمودند که از مردم تاجیکستان عذرخواهی کنند. این حادثه بعد از آن روی داد که گروه مسلحانه با استفاده از یک منطقه دشوارگذر ناحیه شمس الدین شاهین به قلمرو تاجیکستان وارد شده است. نصف روزی 24 دکبر برای دستگیر کردن این گروه یک زدوخورد مسلحانه صورت گرفت و در نتیجه آن 2 خدمتچی حربی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و کمش 3 حملگر کشته شدند. جزئیات حادثه را همکارم کیومرثی عطا گزارش می‌دهد. در یک زدوخورد مسلحانه در سرحد با افغانستان 2 افسر نیروهای مرزبانی تاجیکستان کشته شدند. حادثه روز 24 دکبر در نزدیکی موضع قواق در ناحیه شمس الدین شاهین رخ داده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 25 دکبر در اظهارات گفت 3 عضو تشکیلات تروریستی مرز را گذشته نیت داشتند که به یکی از دیدبانگاه‌های سرحدی حمله کنند، ولی گفته نشده است که آنها عضو کدام سازمان بودند. طبق همین اظهارات در حمله زیرهبان نوروزبکو 33 ساله و اسمت الله قربانوی 28 ساله 2 افسر نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی کشته شدند. منبع‌های رادیوی آزادی درباره زخمی شدن 2 سرباز در این درگیری هم خبر می‌دهند، ولی در اظهارات نیروهای مرزبانی در این مورد اشاره نشده است. مقامات تاجیک گفتند در این عملیات 3 حملگر از افغانستان که اعضای سازمان تروریستی نامبر می‌شوند نیز کشته شده از آنها سلاح و مهمات جنگی مصادره گردیده است. نیروهای مرزبانی تاجیکستان حکومت طالبان را در افغانستان به اجرا نکردن عهده‌داری‌های بین المللی و وعده‌هایش جهت تأمین امنیت در مرز و مبارزه با گروه‌های تندرو متهم نموده از رهبرانش خواسته است که از مردم تاجیکستان عذر پرسند. تنها در ماه نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه‌های شمس الدین شاهین و دروازه تاجیکستان 2 حمله صورت گرفته 10 کارگر از چین کشته و زخمی شدند. بعضی از این کارگران در محل زرشویی در شوراباد سابق کار می‌کردند و قسم دیگر در ناحیه درواز راه می‌ساختند. تاجیکستان این حادثه ها را حمله تروریستی نامید و محکوم کرد و چین هم خواهان تحقیق هر 2 حادثه شد. تاجیکستان با افغانستان تقریباً 1400 کیلومتر مرز دارد. با وجود وعده‌های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه‌های تروریستی، مقامات تاجیک از آن طرف مرز نگرانی دارند، جایی که به گفتهشان قاچاقچیان مواد مخدر و هم جنگجویان کمین گرفتند. سرگئی سابیانین شهردار مسکو باری دیگر به ضرورت نیروی مهاجران کاری در پایتخت روسیه تاکید نمود. او 24 دکبر یعنی دیروز در نزد اعضای دوم شهر مسکو درباره کار 1 ساله‌اش گزارش میداد و به طور جداگانه به موضوع مهاجران و احتیاج اقتصاد شهر مسکو به نیروی آنها مراجعت کرد. او از جمله گفت در مسکو تا 5 میلیون کارگر نمی رسد، با موضوع مهاجرت نمی شود بازی کرد و تدبیرهای تا حال جاری شده برای نظارت از مهاجران را معیارهای کفایت کننده برای تنظیم ساحه مهاجرت نامید. صحبت‌های سابیانین با موضع‌گیری‌های مهاجر ستیز بسیار دیگر سیاستمداران روسیه که سالهای آخر در اوج است فرق می‌کند. موضوع را همکارم میرزا نبی خالقزاد ادامه می‌دهد.
سرگئی سابیانین شهردار مسکو در یک ماه اخیر بار دوم به ضرورت نیروی مهاجران در پایتخت روسیه تاکید کرد. اظهارات اولی او در آغاز ماه دکبر در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی روسیه صدا داده بود. سابیانین روز 24 دکبر در دومه شهر مسکو گفت پایتخت روسیه به 500,000 کارگر نیاز دارد و این را می شود فقط از حساب مهاجران کاری پر کرد. وی که این سخنها را در جریان گزارشدهی سالانش در برابر دومه شهر مسکو بیان می کرد گفت دست کشیدن از نیروی مهاجران میزان تورم را بالا می برد و در نتیجه اقتصاد روسیه آسیب می بیند. شهردار مسکو افزود این موضوع جدی است. با این ساحه بازی کردن و به عوامگری یا پاپولیسم مشغول شدن ممکن نیست و علاوه کرد که مشکلات در ساحه مهاجرت با هجوم و رید حل نمی شود. با اطلاع سرگئی سابیانین مهاجران 5-6% مجموع محصولات داخلی را تامین می کنند. بی‌شبهه اگر ما به مهاجران هم کار را بود میکردیم عالی بود، ولی وضع دموگرافی و اقتصاد متاسفانه قاعده های دیگری را به ما بار میکنند. امروز جایهای خالی اشغال نشده از 400 تا 500 هزار را تشکیل میدهند. حتی اگر اقتصاد به یک حالت بهتری برگردد این آمار عوض نمی شود. سرگئی سابیانین این چنین در مورد سخت‌تر کردن قاعده‌های مهاجرت سخن گفت. به اطلاع او در نتیجه تفتیش سندهای بیومتری مهاجران در فرودگاه‌های پایتخت روسیه 45,000 مهاجر از سنجش نگذشته است. وی افزود بیش از 1 میلیون خارجی ضمیمه امینه را در تلفن نصب کرده است. این برنامه نظارت از حرکت مهاجران را امکان پذیر می‌کند. شهردار مسکو گفت همکنون دسترسی به معلومات درباره مکان تجمع و زندگی مهاجران آسان‌تر شده است. این همه چاره ها به گفته او برای تنظیم ساحه مهاجرت امکان فراهم کرده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. واقعا هم سال 2025 برای مهاجران در روسیه از جمله زادگان تاجیکستان مرحله پرچالش دیگری شد، چون در کشور قانون و قرارهای نو قبول گردید که قاعده های مهاجرت کاری را سخت و سنگین تر نمود. شرط گرفتن حق اقامت و شهروندی، امتحان زبان روسی و محدودیت در تحصیل مکتب برای کودکان تنها چند نمونه قرارهای بودند که به واسطه به کار و زندگی مهاجران در روسیه تأثیر کردند. ببینیم سال رفته ایستاده با کدام قرار و تصمیم‌هایش در نسبت مهاجران ثبت خواهد شد. جزئیات از همکارم زرنگیز نوروزشاه و شهلا عبدالله. دریافت حق اقامت و شهروندی روسیه تنها پس از امضای قرارداد و خدمت در ارتش. این یکی از آخرین قرارهایی است که روسیه نسبت مهاجران قبول کرد. فرمان با این مضمون را ماه نوامبر ولادیمیر پوتین امضا کرد. بر اساس آن قاعده گرفتن حق بود و باش و شهروندی برای گروه از مهاجران تغییر می‌یابد. یک مهاجر تاجیک میگوید به این علت درخواست او برای بود و باش در ولایت خانتی منسی روسیه رد شد. با او گفتند باید اول شرطنامه حربی بندد. راضی نشد. کارکردگی و خدمت میرد گفتگی امغیل. خدمت میرد بعد یک سال امی وینجی میتیم گفتگی امغیل. کارکردگی همه از 18 تا 60 سال با همه امغیل خدمت میرد. تا امغیل وای کرده امین زکان امغیل شده گفتگی من با امین. من گفتم که نه. مثل این تاجیکستانی اکنون صدها مهاجری که سالها تلاش گرفتن حق اقامت را داشتند باید انتخاب کنند، یا جنگ و یا محرومیت از اقامت و شناسنامه روسی. با این راه روس‌ها شمار مهاجران را کم و همصف سربازان را بیشتر می‌کنند. قانون و قرارهای نوی روسیه در برابر ضربه به کار و درآمد مهاجران همچنین سبب پراکنده شدن ده‌ها عائله مهاجر شده است. روسیه بهار امسال قاعده قبول فرزندان مهاجران به مکتب‌ها را سخت کرد. این تصمیم کودکان زیادی را از حق تحصیل در کنار والدان محروم کرده سببی به مکتب‌های تاجیکستان برگشتن آنها شد. تحلیلگران عمل مذکور را خلاف قانون‌های بین المللی می‌دانند. در سال 2025 در سال خونش 2025 2026 شماره کودکانی که به صنف یک می‌رفتند در روسیه 500,000 کم شد. 500,000 کم شد. یعنی تصور کنید که بعد از 10 سال در بازار مهنت روسیه 500,000 آدم
به کار نمیبراید. فکر میکنم که اون کاری که کردن این با یگان قاعده بین الخلقی راست نمیآید، این برعکس زیان میرساند. برای همینم من طرفداری گفته رئیسی تتارستان هستم که او گفت که اگر در مکتب نخواند کودک در کجا خواند زبان روسی رو. برای همینم فکر میکنم این کار باید که حل خود رو یابد. راهاندازی انگشت‌نگاری و سپردن گنوم یا روند گرفتن نمونه DNK در مرز به کار انداختن فهرست مهاجران شبهناک، نظارت حرکت مهاجران طریق برنامه امینه، مشکل شدن طلبات دریافت بیمه طبی یا طبابت رایگان برای مهاجران از جمله تغییرات است که حضور مهاجران را در این کشور مشکل‌تر و صدها نفر را از روسیه بیرون کرد. پیامدش از اون بود که من با جنبست 2025 همگی در روسیه 4 نفر پاسپورت روسیه گرفتن از تاجیکستان. اگر 2-3 سال پیش رو گیریم در یک سال تا 180 هزار شهروند تاجیکستان شهروند روسیه می شدن. هر سال شماره اهالی روسیه کم شده ایستاده است. کم شدن اهالی چی معنی دارد؟ کم شدن اهالی این کم شدن قوه کاری. قوه کاری این برای اقتصادیات همه چیزی ضروری. برای همینم مهاجرت مهنتی برای اقتصادیات روسیه این همچون ویتامین که کمک میکند. مثلا 6-7% ВВП از حساب مهاجران. اگر همین نباشد مهاجران چی میشد؟ مهاجران اخراج شده تاجیک برخی تودر امید را از دست نداده با هر راه تلاشی بازگشت به روسیه را میکنند. 2 سال من سودشپا کردم، ادوکات سنیمات کردن نشد. در اساسی که یگان خشتبور نیست. کاروش یگان اساس نشد. ولی برخی دیگر از این همه مانع و محدودیت ها خسته و ناامید شدند و دیگر قصد سفر به روسیه را ندارند. آخر 5 سال بود اومدم دختر مایدکیم 6 ساله. اونجا درآمدتون خوبتر است. اونجا خوبه، اگه درآمد خوبه اینه که عمری آدمی زود میره. این هیچ نگاه. سرمون در روسیه صفحه چی درنگ نیفتیم. چیکار کنیم؟ اینجا خوبه که ساعت میام در پیش خونم بگم میرم خونه. در پرسش‌های سریراهی ما اکثری همصحبتان گفتند فرصت فرا رسیده است که تاجیکستان صنعت خود را رشد دهد و جایهای نوی کاری ایجاد نماید تا مهاجرت برای قسم اعظم اهالی دیگر جذاب نگردد و سختی و تحقیر و فلاکت را به بار نآورد. و یک خبر در تاجیکستان برای شکاری ببر برفی جزا سخت‌تر می شود و تا 8 سال زندان را پیش بینی می کند. ببر یا پلنگ برفی و یا پلنگ آسیای میانه‌ای در کوهستان‌های پامیری تاجیکستان سکونت دارد و در ورطه نابودی می باشد. تعداد آن در تاجیکستان کمی بیشتر از 500 سر حساب شده است. در کودکس اصلاح شده جنایی که رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان روز 17 دکبر امضا کرد، برای فروختن ببر برفی هم جزا تعیین شده است. بر اساس کودکس پیشینه جنایی برای شکار و کشتن این جانور زیبا از 3 تا 5 سال حبس پیش بینی میشد و اکنون بر اساس سند نو برای شکار و کشتن و فروختن ببر برفی از سال آینده جریمه های بزرگی تا 220,000 سامانی و هم تا 8 سال زندان پیش بینی شده است. برنامه اخبار آزادی در همین لحظه ها به پایان می رسد، ولی شما همیشه می توانید برای پیگیری از خبرهای تاجیکستان و جهان به سامانه azadi.org ورود شوید. جدا از سامانه ما در صحیفه های رادیوی آزادی در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک هم خبرها و ویدیو و عکس ها از تحولات کشور نشر می شوند. شما هم می توانید از همین صحیفه ها استفاده کرده برای ما مطالب خود را فرستید و ما با شما در تماس می شویم. با رادیوی آزادی باشید و خدا نگهبان.